سلام، بوچالی هستم از تافل 120 و توی این ویدیو میخوام توضیح بدم چطوری از چت جی پی تی استفاده کنیم برای بخش رایتینگ آزمون تافل. من ستاپ کردن چت جی پی تی و اینکه اصلا چی هست چت جی پی تی رو توضیح نمیدم. به طور خلاصه یک دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی هستش، ولی اینکه چطوری ستاپش کنیم که البته کار آسونی هم هست رو توضیح نمیدم. لطفا از دوستانتون که این کار کردن بپرسید یا توی گوگل حتما بلاگ هایی راجع به این هستش. فرضم بر اینه که شما ستاپش کردید و آماده است همه چی. خب توی تسک یک، اول با تسک یک شروع میکنم، اینتگریتد. قدم اول اینه که ما بهش یاد بدیم که روبریک تافل چی هست، یعنی بچه اساسی باید نمره دهی رو انجام بده. خب من اینجا روبریک رایتینگ رو دارم. این رو برای تسک یکش رو خیلی راحت کپی میکنیم، میریم اینور، اینو پیست میکنیم، آخرش یه پرامپت اضافه میکنیم که summarize this rubric. همچین چیزی فقط برامون ملاکه که این رو بخونه و یه چیزی براش بنویسه که خب یه جوابی هم بهمون داد. قدم دوم اینه که حالا اون تی پی اویی که انجام دادیم رو پسج و لکچرش رو بهش بدیم. من اینجا حالا تی پی اوی 48 رو انتخاب کردم. این هم سایت تست هلپر هست، میتونید آدرسش رو بالا ببینید، از اونجا دارم استفاده میکنم. میرم جلو که خب دایرکشنه. این پسج اول این تسک هستش برای این سوال، این رو هم کپی میکنم، یه پسج اولش میذارم، اینجا میفرستم. همین پاسخی که میده مهم نیست برام فعلا، میاد اینو فکر کنم خلاصه میکنه. بعد لکچر هم بهش بدم. اگه بیایم جلوتر فکر میکنم لکچر اینجاست. بله، ویو تکست. اینجا من میتونم متنش رو کپی کنم. Now listen to part of a lecture on the topic you just read. بله، دوباره اینجا لکچر اینجوری اینجا میاد. همون در واقع لکچر رو کپی کردم، یه خلاصه ای میکنه و به ما میده. حالا اگه بخوام برام یه سمپل تولید کنه، میام جلو دقیقا کوئسچن رو کپی میکنم، سوال رو تهش فقط اضافه میکنم که your response should be from که جوابت باید حدودا انقدر کلمه باشه و اینو میزنم. همینطور که میبینید خیلی راحت یک جواب رو بر ما تولید میکنه، دقیقا از فرمتی که مد نظر ما هست هم پیروی میکنه. یه ذره کانکلوژنش به نظر من طولانیه، ولی در مجموع یه پاسخ خیلی استانداردی به نظر میرسه که حالا میتونید از روش بخونید. من خیلی اینجا وقت بر این کار نمیذارم، ولی ایمان دارم به قدرت چت جی پی تی تو زمینه زبان، به خاطر همین مطمئنم که چیز بدی نیستش و پاسخ خوبیه. حالا فرض کنیم که ما یه پاسخی داریم و میخوایم در واقع آنالیزش کنیم، میخوایم بررسیش کنیم. من اینجا دوباره از همین سایت استفاده میکنم، یه سری سمپل داره خودش. حالا مثلا همین سمپل اول رو من کپی میکنم، میارم اینجا، پیستش میکنم و تهش مینویسم evaluate this response based on included writing rubric. ازش میخوام که evaluate کنه اینو
همونطور که میبینید خیلی خوب و راحت از لحاظ مختلف، مثلا از کوهیرنسی، از لحاظ کوهیرنسی، اکیورسی، ارگانیزیشن و لنگویج، اینا رو 0 تا 5 بهشون نمره داده و در نهایت هم میگه که بیشتر نزدیک به لول 4 هستش از لول 5 و خب یه ارزیابی خیلی خوبی از این نمونه شدش. من حالا برای اینکه چک کنم یه سمپل دیگر رو هم اینجا ازش میخوام که خب من اینو دیگه کپی کنم که وقت گرفته نشه. خب اینجا میبینیم که نمره های پایین تری رو مثلا توی کوهیرنسی و اکیورسی به این جواب داده و خب خیلی خوب داره کار میکنه. یعنی اینجوری نیست که یه دونه نمره فقط بده، قشنگ هر مورد رو بررسی میکنه و نمره میده. توضیحاتش هم توضیحات خوبی هست، میتونید بخونیدش و ازش استفاده کنید. پس این شد نحوه بررسی و تولید مثال با چت جی پی تی برای تسک اول. خب برای تسک 2 هم فرآیند خیلی شبیه به تسک 1، فقط یه تفاوتی که هست اینه که چت جی پی تی اطلاعاتش توی نسخه رایگانی که ما داریم تا آخر سال 2021 و اطلاعاتی راجع به تسک 2 تافل نداره، در صورتی که تسک 1 رو میشناسه. مثلا شما اگه ازش بخواید روبریک تسک 1 رو همینطوری توضیح بده، خودش میدونه، بلد، اطلاعات داره. خب برای این تسک ما یه همچین متنی رو براش میخوایم بفرستیم که در واقع همون دستورالعمل تسک 2 هستش. اول بهش میگیم فرض کن یه همچین سوالی به آزمون تافل اضافه شده، همچین تسکی. اینجا دیگه همون اینستراکشن تسکمون هست که پروفسور میاد روی فلان تاپیک میخواد کلاس داره، اینجا نظر استاد رو پیست میکنیم، اینجا نظر دانشجوی اول، نظر دانشجوی دوم رو هم اینجا پیست میکنیم و بعدش این متن رو برای چت جی پی تی میفرستیم. من این پرامپت یا حالا همین نوشته رو هم براتون قرار میدم و میتونید ازش استفاده بکنید. حالا من بر اساس یک مثال میخوام اینو پر بکنم. مثالی که دارم از پرکتیس ست خود ETS هستش و خب من میام قسمت هایی که نیاز دارم رو توی این متنم پر میکنم. نوشته پروفسور رو میخوام که اینه و نظر این دو دانشجو رو میخوام، دارم میذارم اینجا. فقط ذره مرتبش هم میکنیم. تمام. این رو حالا کپی میکنم، میدمش به چت جی پی تی و ازش میخوام که یک پاسخی در واقع جنریت کنه. خب این پاسخیه که چت جی پی تی داده و باز من مجدد نمیخونم از روش، ولی خب میبینیم که فرمت رو رعایت کرده. از لحاظ حجمی که باید داشته باشه به نظر درست میاد و من فکر نمی کنم خیلی جواب بیراهی بده با توجه به قدرتی که تو این حوزه داره. حالا اگه خواستیم پاسخمون رو تصحیح کنه چیکار کنیم؟ اول باید روبریک این سوال رو بهش آموزش بدیم. من روبریک رو اینجا دارم، باز مثل تسک قبلی کپی میشه، میام اینجا می نویسم براش که this is
the academic discussion rubric. خب یه جوابی میده، خیلی مهم نیست. بعد اینجا باید حالا اون نمونه‌ای که داریم رو بنویسیم و ازش بخوایم که اون رو ارزیابی بکنه. حالا من چون نمونه ندارم آماده، همین نمونه‌ای که خودش تولید کرده رو در واقع به خودش میدم و ازش میخوام که evaluate this response based on the given rubric. میخوام بر اساس روبریک این رو آنالیز بکنه که خب رلوونسش رو 5، language use 5، coherency 5 و contributionش هم 5 اینها رو بررسی کرد و خب طبیعتا اسکور بالایی داد به جوابی که خودش تولید کرده. شما میتونید پاسخ خودتون رو بفرستید و ازش بخواید که این موارد رو برای شما آنالیز بکنه. همین، من خواستم فقط بگم که چقدر راحت میتونیم از ابزارهایی که رایگان وجود داره استفاده کنیم برای اینکه بهتر خودمون رو بسنجیم موقع آماده شدن برای آزمون تافل. ممنون.